باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو. جان منو صد همچو من، قربان تو، قربان تو. جان منو صد همچو من، قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما رو بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم هستم هر جای که هستین جور و خوب و صحت سلامت باشین و از شما بسیار تشکر میکنم از اینکه این ویدیو رو بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از احمد ظاهر عزیز می باشه که این ویدیو به انتخاب یک از دوست ما آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو از تمام شما عزیزان سپاسگزاری میکنم که این کانال شما سپورت میکنین. لطفاً کامنت و لایک و سابسکرایب فراموش نکنین. دوستای عزیز، کسانی که با ما درس‌های آنلاین دارن میخوایم که ازشان یک جهان سپاسگزاری کنیم و دوستای دیگه ما که میخواین با ما درس‌های آنلاین داشته باشن میتونن که از طریق مسنجر و یا از طریق کامنت ها در زیر می ویدیوها با ما با تماس شوند. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. باز آمدی ای جان من، جانها فدای جان تو. دوستای عزیز، یه آهنگ بسیار زیبا که من نمیفهم شعر و کمپوزش رو نمیفهم که کی آماده کرده. اگر شما میفهمیدین لطفا دوستای عزیز ما را هم همچنان در جریان بانین. این آهنگ زیبا در ماینر اسکیل جور شده دوستای عزیز. میخوایم این سی بخونیم. من چرا این سی میخونم؟ گرچه خوبتر است که کمی را آدم پایین‌تر بخونه، ولی چون که از طریق چشم با آسانی دیده میشه و با کسانی که نو یاد میگیرن و ما همیشه سی خواندیم، از اون خاطر اگر ما اسکیل کم تغییر بتم از اینجا شروع کنم، رنگ و چهره نوت ها دیگر رقم شکل میگیره، شاید برای کسانی که نو میآموزن این مشکل باشه. از اون خاطر دوستای عزیز شما تمرین کنین دستی، اما دیدین که براتون مشکل بود، اما راه خودکی یافتین، باز بعد از میتونین یک نوت نیم نوت پایین تری را تمرین کنین بخونین. دوستای عزیز، در این آهنگ یک رنج صدای بسیار زیاد کار است، یعنی اصلا از این قسمت از اینجا تا اینجا نوت استفاده شده که بسیار رنج کلان و بزرگ است دوستای عزیز، که احمد ظاهر عزیز می رقم آهنگا را خوانده و ما بسیار کم دیدیم که دیگه هنرمندا اینطور یک آهنگا را بخونن. و برای کسانی که مشکل است رنج صدای بلند تا اینجا ندارن یا قدر تا پایین آمدن نمیتونن، کوشش کنن وقتی که باز رنج صدایشان زیاد شد باز او وقت بخونن، یعنی برای فعل نخونن، اما رنجش از اینجا از پای ماندر سبتک تا ما یا اف از های اکتیف یا تار سبتک است. البته در این آهنگ اردوی نیست استفاده شد. انتروی آهنگ قسمی نواختن که بسیار مقبول نواختن و ما با اون مقبولی نواختن نمیتونیم، یعنی انترو یک چیزی است. باز
آمدی ای جان من جانها فدای جان تو جان منو صد همچو من قربان تو قربان تو. آهنگ از نمی سی ماینر کورد شروع میشه و آهنگ از پس شروع میشه دوستای عزیز. باز آمدی ای جان من جانها فدای جان تو جان منو صد همچو من قربان تو قربان تو. آهنگ دوباره دمی سی ماینر کورد استارت میشه. ملودیش قسمی است که من هر کدامش توتا بر شما کار میکنم که اگر یک جایی کار کنم زیاد نشه برای کسانی که نو میآموزن مشکل است. ملودیش از سه شروع میشه اما از های اکتیو. این یک توتش بود. باز بعد از او قسمت دیگهش که است این قسمت دیگهش است. شما دوستان عزیز لطفاً آهنگ خوب گوش کنین، ملودی ها را که ما توتا براتون کار کردیم. شما اول اونجا گوش کنین آهنگ احمد زاهی را، باز ببینین که چه قسم توتاش کار میشه. باز قسمت سیمش باز قسمت دیگهش از اینجا شروع میشه. باز از سه تار سبتک یا های اکتیو امرای یک انگشت که در آهنگ بازدمی سی ماینر کورد استارت میشه اما سکند انورژن است، یعنی ای دوتا از اینجا آمده اینطور، ای دوتا در اینجا آمده اینطور، یعنی آهنگ در سی ماینر کورد اما سکند انورژن استارت میشه و از اینجا انترش شروع میشه. یک فیلر یک چیز استفاده میکنه احمد زاهی عزیز که امو نوت ها را برای ما میته که ما از اینجا یعنی میخوانیم. چرخ سر پیچیدم امرا یک انگشت میره کار میکنه ماله
آهنگ از گش رو میشه و از های اکتیف انتری آهنگ یعنی من کسری آزادگی از چرخ و سر پیچیدم. من کسری آزادگی که از چرخ سر پیچیدم. دارم کنون در بندگی سر بر خط فرمان تو. جان منو صد همچو من قربان تو، قربان تو. که آهنگ دوباره سرمی سی مانور رود کورد استارت میشه دوستای عزیز. ریتم از این آهنگ دوستای عزیز والتس هسته. والتس 3 تا ماتره داره در هر بار خود، یعنی 3-4 تایم سیگنچر است، یعنی که در هر بارش 3 تا نوت 1/4 مثل یک نوت مکمل وجود داره. میریم و ایره در والتس در تمپوی 10 در اپلیکیشن دوست ما که میشه بر شما گفتیم ایره تمرین میکنیم. باز آمدی ای جان من، جان ها فدای جان تو. جان منو صد همچو من قربان تو، قربان تو. من کسری آزادگی از چرخ و سر پیچیدم. من کسری آزادگی که از چرخ و سر پیچیدم. دارم کنون در بندگی سر بر خط فرمان تو. جان منو صد همچو من قربان